عیسی شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستای عزیز، برادرها و خوارا، امیدوارم خوب خوش و صلح حال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بودن. نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما وجود داشته باشه و سرازیر شود. دوستای عزیز، بازم با یک برنامه جدید و یک موضوع جدید از کتاب مقدس در خدمت شما عزیزا قرار دارم. البته باید بگویم دوستای عزیز، برنامه‌های ما همش موضوعات برنامه‌های ما همش بر مبنای آیات کتاب مقدس است و هر آیه را که من از کتاب مقدس میخوانم، تفسیری را که از آیه ما مثلا انجام میدم، او تفسیر مطابق به همون مفهوم همون آیه است، نه تنها مطابق با مفهوم روایت امو آیه، بلکه امو فصل، امو کتاب و تمام کتاب مقدس، و کوشش میکنم که هیچ چیز اضافه و یا کم نکنم و امو پیام اصلی و حقیقی و معینی که در امو آیه یا آیات کتاب مقدس وجود داره او را بر شما برسانم. قبل از اینکه دوستای عزیز بریم به طرف موضوع برنامه امروز ما، از همه شما ما میخواهیم که دوستای عزیز اولی که همین ویدیو را در صفحات فیسبوک خود و دوستایتان و صفحات دیگه که وجود داره شما شریک بسازین، و دومی که دوستای عزیز تقاضای مایی است شما این آدرس یوتیوب که شما میبینین، این صفحه یوتیوب ما را که برای از این اسکرین میبینین، این را شما لایک و سابسکرایب بکنین و با دوستای خود شریک بسازین تا اونا هم با ما یک جاشن و بیشتر از مردم بتانن این ویدیو را ببینن و مشاهده بکنن. دوستان عزیز، موضوعی که امروز میخوایم درباره از او صحبت بکنم از کتاب مقدس از فصل 6 متی است و این درباره پرهیز از تظاهر است یا تظاهرکاری. کسی که تظاهر میکنه، یعنی ریاکاری و تظاهر میکنه، او شخصی است که عبادتش عبادت حقیقی نیست، یک عبادت کننده حقیقی نیست، بلکه او یک شخصی است که فقط به خاطر تظاهر و نشان دادن و جلوه دادن ای که من چقدر خداوند را دوست دارم و خداوند محبت دارم و خداوند را عبادت میکنم این کارا را انجام میده. یعنی نمیخواد که نام خدا را جلال بده، بلکه میخواد نام خود را جلال بده. همچون یک شخص در کتاب مقدس عبادتش مورد قابل قبول نیست و حتی ایمان از ایمانی است که ایمان درست نمی باشه، چرا که ایمان ما باید باعث جلال نام خدای پرجلال شود، نه باعث جلال نام خود ما. پس یک موضوع بسیار مهم از دوستان عزیز که باید این ما شما میشه در نظر بگیریم. خب دوستان عزیز، موضوع تظاهرکاری بهتر است از کتاب مقدس بخوانم و بعد از برم ایره با شما شریک بسازم. در اینجا فصل 6 متی چنین میفرماید، از آیه 1 تا آیه 4 میخوانم برای شما. مراقب باشید که اعمال نیک خود را در انظار مردم انجام ندهید تا شما را ببینند و تحسین کنند، زیرا در این صورت نزد پدر آسمانی تا اجر نخواهید داشت. هرگاه با فقیر کمک میکنی مانند ریاکاران که در کنیسه و در بازار از خود تعریف میکنند تا مردم با آنها احترام بگذارند، درباره کار نیک خود داد سخن سر ندید، چون به این ترتیب اجر را که می بایست از خدا بگیری از مردم گرفته ای. اما وقتی به کسی صدقه میدی، نگذارد تا دست چپت از کاری که دست راستت میکند آگاه شود، تا نیکویی تو در نهان باشد. آنگاه پدر آسمانی که امور نهان را میبیند تو را اجر خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا ما میبینیم که موضوع پرهیزکاری، پرهیز از تظاهر، تظاهر کردن و ریاکاری یک موضوعی است که واقعا مورد نفرت مردم دنیا، کسایی که واقعا امروز در دنیا خودشان تظاهر نمی کنن و ریاکار نیستن، از این بسیار اونا نفرت دارن دوستان عزیز. و از همه مهمتری که خداوند از تظاهرکاری و از ریاکاری خیلی زیاد نفرت داره و هر عبادت و هر عمل نیکی که در او مثلا تظاهر وجود داشته باشه و ریا وجود داشته باشه، خداوند از او عمل نفرت داره و نمیخوایم چه یک عمل را حتی مثلا بپذیر از طرف، یعنی عمل نیک را. در اینجا دوستان عزیز ما میبینیم کتاب مقدس میگه که اعمال نیک خود را میگه شما در انظار مردم نشان ندین. اگر نشان بدین، باز او وقت از دوستان عزیز که اجر شما نمیبرین، اجر از مردم گرفتین دیگه. در اعمال نیک خود را در حضور مردم شما نشان دادین و اجرتان از مردم گرفتین. وقتی تو یک کار را بگی من به خاطر خداوند برای کس انجام میتم،
پس خدا خوره میبینه. تو اگه برای اون شخص تظاهر کنی و بر اشخاص دیگه که مثلا من اینی کار نیک انجام دادم برای کسی یا برای خودم یا مثلا من عبادت کردم یا غیره و غیره، وقت به مردم نشان دادی، خدا میگه خود تو به مردم این ظاهر ساختی و نشان دادی، مردم هم ترا تحسین کرد. تمام. اگر برای من انجام دادی، چی عبادت باشه، چی تحسین، چی شکرگزاری یا چی کمک به دیگرا یا چی خوبی و نیکی به خودت و به دیگرا، او به مردم اگه او کار کردی، مردم ترا تحسین کرد. اگر میخوای خدا ترا تحسین کنه، پس هر کارت باید که بدون تظاهر و ریا انجام بدی. باید به مردم خودنمایی نکنی، تظاهر نکنی، ریا نکنی. و در اینجا موضوع میگه که دو موضوع است. اینجا ببینین که چقدر یک موضوعی که در دنیا مهم است و خصوصا در کشورهای مثل افغانستان، ایران و غیره و غیره، این موضوع بسیار مهم است. دوستان عزیز، کتاب مقدس خواهی که اعمال نیک است، همه چیز اعمال نیک است، کمک به فقرا اعمال نیک است، ولی کتاب مقدس آمده اینجا کمک به فقرا را از امی بخش اعمال نیک جدا کرده و سر از این خوب تاکید کرده. میگه وقت به فقیر کمک میکنی، دست چپت از دست راستت خبر نشه و با مردم هم نرو تعریف نکن که من فلانی نفر کمک کردم و سخنای پیش مردم میگه داد نزن و یک دست از دست دیگه خبر نشه. نیکویی تو میگه کارهای نیکی که انجام میدی در این دنیا نهان باشه و کسی رو نبینه، او وقت می خدا تو را اجر میده. امروز دوستان عزیز، در افغانستان ما شما میبینیم به تعداد زیاد از دوستای ما داخل خارج کشور کمک میکنن و کسایی که غریب هستند و این کمک ها میره به دوستای ما که در اون کشور هستن میرسه. خب از یک طرف من قضاوت ندارم، قضاوت نمیکنم، ولی موضوع حقیقی است که شما کمک کردین نادرست. خب میتونین که یک اسم مثلا الف ب یک رمز بانین و کسی کجا کمک هایتان گرفت و به غریبا رسان، به خاطر که حسابدهی باشه و حسابا صاف و پاک باشه، اسم شما را بگیره که مثلا الف ب این قدر پول را فرستاد و برای این شخص رسید و هم تایید میکنه. ولی در اینجا مردم میان نام خود را تاجی فلانی از فلانی شهر از اینجا نام خود مکمل ذکر میکنن تا مردم بشنوه که عمده، چون این چیزا در یوتیوب است، عمده کشورها بشنوه که او اینی کمک کرد، او جا هم مردم که دوستایشان از خیشا و قاربشان اونام بشنوه که این قدر کمک کرد. این در حالی که کاملا یک مسئله غلط و نادرست است. این که شما پول فرستادین کار بسیار خوب است. این که شما مثلا میخواین که کسی که پول گرفت و به او غریب رسان یا نرسان، همین ویدیو شو نشان داده شوه، مقدار پولتان در اوج ذکر شوه که هم دلون شخص هم دل شما جمع شوه، بسیار مسئله خوب است. ولی که شما میخواین که بسته شهرتتان اونجا ذکر شوه، اینی باز تظاهر است. تظاهر کردین شما در حقیقت ریا است و شما میخواین نشان بدین برای مردم دنیا این چیزا. خب شاید شما بگوین که ما را کی میشناسه، کل نام ما را بفهم. بله شما را میشناسه، مردم از اون شعاری که میگی، از اون جایی که میگی، نامت مشخص میگی و در افغانستان، در خارج از افغانستان مردم شما را میشناسه. ولی اگر نمیخوای که ریا کنی، تو به خاطر خداوند به اون شخص کمک کردی، بله پس میشه که بگی الف ب یا پ سه یک نام سر خودبانی بگویم کمک کرد از این کشور، تمام خلاص تو به خاطر خداوند کردی، خداوند نام تا میفهمه، خداوند شهرت تا میفهمه، خداوند عمل نیکی دید و خداوند میگه آفرین و تو را تحسین میکنه. ولی وقتی که تو شخص را برش خوب شناختاندی که تو کیستی و به مردم هم خوب تظاهر کردی و در اینجا میگه بانگ نیکیت سر دادی، در سخن نسر دادی که اینا من کمک کردم، دیگه این تحسین از شخص گرفتی. خب دوستان عزیز، یک موضوع. پس ریاکاری و تظاهر که هست بسیار، چی در عبادت باشه، چی در امور کمک و خیریه باشه، چی در اعمال نیک دیگه باشه که انجام میدی، چی به خاطر همش به خاطر خداوند است، چی مستقیم عبادت باشه که جلال به نام خداوند را، یا کمک باشه به خودت یا به دیگران، یا خیرت به دیگران برسه، یا اعمال نیک دستگیری و غیره با مردم بکنی. تمام این کارا دوستان عزیز، تمام این کارا باید که میگه در خفا صورت بگیره. در خفا به این معنا که تو به خاطر خداوند انجام بده و حتی دست راست از دست چپت خبر نشه و تو نخواهی هیچ گاهی در دلتی نگرده که من بیا تظاهر بکنم تا این شخص مرا ببینه و این شخص باز مرا تحسین بکنه یا مردم مرا تحسین بکنه. نه خیر، تو فقط به خاطر خداوند انجام میدی. او شخص بفهمه نفهمه، حتی تر تحسین بکنه نکنه،
بگذار که خداوند تو را تحسین میکنه، او وقت از خداوند تو را تحسین میکنه. یک موضوع دیگه که دوستا در این قسمت ما میخوایم ذکر بکنیم موی است که دوستا عزیز در مسیحیت ما عبادت به خاطر از این نمیکنیم که ثواب کمایی کنیم اجر بگیریم. ما کار نیک به این خاطر نمی کنیم که ما ثواب کمایی کنیم اجر بگیریم. ما فقرا را به این خاطر کمک نمی کنیم ثواب کمایی کنیم اجر بگیریم، یا به ای اجر به گور و مردای خود بدیم، کسایی که مردن، یا بر خود ما یا بر آخرت ما. این کار ما به این خاطر انجام نمیدیم. اگر ما عبادت میکنیم، اگر کار نیک میکنیم، اگر کمک، هر کاری که ما میکنیم، حمایت، همکاری، دوستی، محبت، این فقط به خاطر از است که نام خداوند جلال پیدا بکنه، به خاطر که مردم ببینن که نمی شخص خدا را میشناسه، ببین خداوند چی تغییرات داری به وجود آورده که این شخص امروز آمده اینی کار در انظار مردم هم نه، به خاطر خود خدای خود انجام میده و هیچ هدف نداره، نه اجر میخواه نه ثواب میخواه، بلکه میخواه که خداوند نامش جلال پیدا بکنه. چرا که ما در مسیحیت نجات پیدا کردیم، چیزی که اجر و ثواب است کلش خداوند بر ما داده. آخرت ما تنظیم است در دستای خداوند ما یشوع مسیح است. ما به بهشت یا به جنت میریم، اون جایی را که شما بهشت یا جنت مینامید، همون زندگی ابدی را ما داریم. ما نجات یافتیم، گناه ما بخشیده شده، کل اجر و ثواب با تمام فیض ما را، محبت و برکت، همه چیز خداوند بخشش بر ما داده. ما چیزی کم نداریم که به خاطر از او عبادت بکنیم، به خاطر از او ما بریم مردم دزگیری کنیم، اعمال نیک انجام بدیم. نه، ما اعمال نیک انجام میدیم، کمک میکنیم، محبت میکنیم، عبادت میکنیم به خاطر از اینکه نام خدا را جلال بدیم و همچنان با مردم کمک بکنیم. حکم مسیحیت چیز؟ محبت با خدا، محبت با مردم. و خدا میگه انسان را که میبینی محبت کرده نمیتونی، چگونه مرا که نمیبینی محبت میکنی؟ پس ما به خاطر خداوند خود انسان ها را محبت میکنیم و این محبت ما بدون از این خواستن کدام اجر و ثواب بر خود ما و بر مردای ماست. متوجه هستین دوستای؟ زیرا شما باید فرقش از دوستایی که غیر مسیحی هستین بفهمین. پس در مسیحیت تظاهر در عبادت، تظاهر در کمک، خیرات، صدقه، تظاهر در کارهای نیکی که انجام میدی، در اعمال نیکت اصلا جا نداره. و اگر ما جا بتیم تظاهر در این کارا، او ما تحسینش از مردم میگیریم، مال مردم تحسین کنه یا نکنه، خدا مورد تحسین خدا قرار نمیگیریم و این نام خدا را جلال نمیده. وقتی نام خدا را جلال نمیده دیگه چی نفع بر ما داره دوستای عزیز؟ خب درست است دوستای عزیز، وقتی ما در دنیا خداوند خود را محبت میکنیم و انسانها را محبت میکنیم، باز در آخرت ما خود نجات یافتیم، زندگی ابدی را داریم، خداوند تاج جلال میگه بر سر شما میگذارم. ولی ما حتی به خاطر از او کارا را نمیکنیم و فقط به خاطر جلال نام خداوند کارا را انجام میدیم. پس دوستان عزیز، قسمی که در کتاب مقدس گفته شد، مراقب باشین، مواظب باشین ای برادرها و خواهرای مسیح که اعمال نیکتان در انظار مردم انجام ندین. کار خوب را که میکنین دست راستان از چپتان خبر نشه. وقتی یک فقیر کمک میکنین داد و سخن سر ندین، با مردم نگوین. و وقتی عبادت میکنین، طاعت میکنین، اعمال نیک انجام میدین، کمو همش ربط میگیره به حکم که خداوند ما عیسی مسیح داره. خدای خود را محبت بکنین و بشر را محبت بکنین، در امی حکم ربط داره دوستای عزیز. پس ما میایم تمامی کارا را به خاطر جلال نام خداوند انجام میدیم و وقتی به خاطر جلال نام خداوند انجام میدی، او را فقط به خاطر خدا انجام میدی و تظاهر نمیکنی برای مردم و در او ریام نباید وجود داشته باشه. پس بر مردم نشان نمیدی، خود را نشان نمیدی، در زبان آمیانه بگویم، بلکه تو به خاطر جلال نام خدا، محبتی که نسبت به خدا و بشر داری کار انجام میدی. تشکر دوستای عزیز، امیدوار هستم که هر وقت شما نیکی میکنین، هر وقت شما کمک میکنین، هر وقت شما طاعت و عبادت خداوند انجام میدین و بدون تظاهر و ریا بوده باشه، تا در روزی که با خداوند ما یشوع مسیح یک جای میشیم و زندگی ابدی را با جسم جدید با او مثلا پیش میبریم، در روز تاج جلال بر سر شما و همه ما شما خداوند قرار بگیره و خداوند بگه اینمی یا هستن خدمتگزارای خوب ما که واقعا مرا داشت شده دوست داشتن. تشکر دوستای عزیز، شما این ویدیو را لایک بکنین، با دوستایتان شریک بسازین. چینل یوتیوب ما را که بازم روی اسکرین میبینین شما سابسکرایب و لایک بکنین و با دوستای خود شریک بسازین تا تعداد بیشتر از دوستای ویدیو را ببینن. در نام پاک خداوند و نجات دهنده ما یشوع مسیح، آمین. روز خوش.